اول میخواستم بگم سخنرانی مرجان داوودی یکی از بهترین سخنرانی هایی بود که میشد از یک روانشناس ایرانی شنید. موضوع به درستی و به هنگام انتخاب شده بود، به خوبی توصیف شد و به خوبی به پایان رفت. من در دورانی که در ایران تحصیل می‌کردم افتخار شاگردی پدر ایشون رو داشتم. و از انصاف اون مرد بزرگ فقط این رو میخوام یادآوری کنم که در زمانی که دانشگاه دایر بود یک بار ایشون برای یک سفر چند روزه باید به خارج از کشور میرفتن و منو که تو فلسفه نسبتاً شاگرد خیلی تنبلی نبودم صدا کردن و گفتن که تو میتونی مبحث لاک رو در این هفته‌ای که من نیستم تو این کلاس و این کلاس و این کلاس درس بدی. من عرش رو سیر کردم، ولی موقعی که برگشتند جالبتر از همه این بود که یه پولی به من دادن و به من گفتن این حقوقی بود که در غیبت من به تو تعلق می‌گرفت. در درجه اول امیدوارم آقای فیروزی یا خود آقای فروزنده یک فرصتی پیش بیارند همونطوری که دیروز اشاره کردند. من به اون نامه عزیزی که اون جوان دیروز داده بود در یک نشستی، در یک گفتگویی در واقع به تجزیه و تحلیل بنشینیم. با شناخت و آشنایی که با مرجان پیدا کردم احتمالاً چندین نفر قادر خواهیم بود که این کار رو بکنیم. باید به دو نکته هم بسیار تأکید کنم. یکی این که پایه ادعای من در مورد شیوع خودشیفتگی میان ما ایرانیان چیست؟ یک، گفتگو با متخصصین و روانپزشکان ایرانی و غیر ایرانی که در طی این 30 سال با ایرانیان از نزدیک کار کردند، چه در داخل و چه در خارج کشور. دوم، کاربرد تست NPI Narcissistic Personality Inventory که در سطح وسیع به کمک و یاوری زنده یاد استادم سعید شاملو که در 3 سال پیش او را از دست دادیم در ایران انجام گرفت و خوشبختانه همسر نازنین ایشون نتایج خام این پرسشنامه ها رو که هنوز به دست دانشگاه نرسیده بود برای من آوردن. البته من و دکتر شاملو رو این مسئله مدتی کار میکردیم، ولی به محض اینکه ایشون فوت کردن کامپیوتر دفتر و مطب او به دست دیگران افتاد و دیگر از اون اطلاعات ما دسترسی نداریم، اما مواد خام اون تحقیق در دست منه که به سر فرصت مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در مورد تست NPI باید خدمتتون بگم که این تست چند مسئله رو نشون میده وقتی این تست رو انجام میدید. یک، میل به رهبری و کنترل دیگران. دو، با خود نرد عشق باختن یا غرق خود تحسینی بودن، به عبارت عامیانش از خود متشکر بودن. 3، خود بزرگبینی و برتری طلبی و سلطه بر دیگران. و 4، حق به جانبی sense of entitlement و استثمار دیگران. sense of entitlement رو میخواید اندازه بگیرید، احتیاج نداره به تست و دانشگاه و محقق مراجعه کنید. تو یه تئاتر زودتر از همه برید اونجا که ردیف جلو بنشینید. میبینید فقط 2 نفر قبل از شما اونجا هستن.
اما وقتی شما میرید تو ردیف جلو بشینید، روی صندلی دستکش، روی صندلی چتر، روی صندلی کت، روی صندلی یک کتاب و روی صندلی دیگه یه پاکت گذاشته شده. خانم اینجاها گرفته شده. این sense of entitlement، حق خود را بیش از آنچه که هست دانستن. بنابراین این مقدمه‌ای بود برای اینکه بگم با چه شاخصهایی من آنچه که خواهم گفت میگویم. نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. میدونم گاهی گفتن پاره حرفا ظاهراً دشمن تراشیه، ولی اشکالی نداره. پیش‌فرض‌های من در این گفتگو که 1 ساعت از وقت شما را خواهد گرفت عبارتند از: 1. روان جمعی ما بیش از هر چیز از یک اختلال شخصیتی تاریخمند در رنج است. نشانه‌های این رنج کهنه و مزمن شبیه به چیزی است که در تشخیص‌های فردی به آن خودشیفتگی می‌گوییم. خودشیفتگی به 2 گونه تجلی می‌نماید که پیوند این 2 گونه خودشیفته در سرزمین ما و یا هر سرزمین دیگری از این کره خاک خالق مصیبت‌های تاریخی بوده. 4. انقلاب اسلامی ایران یکی از این مصیبت هاست که باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرد. خودشیفتگی چگونه شکل میگیرد؟ اگر خاطرتون باشه من 2 روز پیش از 2 قصه شاهنامه استفاده کردم که بعضی از فردوسی پرستان هم خیلی خوشحال نشدن. من هم مثل شما فردوسی رو بسیار دوست می‌دارم و فکر می‌کنم او مشکلات ملی ما رو به تصویر کشیده به زبان اسطوره‌ها. خودشیفتگی چگونه شکل می‌گیرد؟ کرنبرگ میگوید Narcissism developing as narcissism develops as a consequences of parental rejection or abandonment. خودشیفتگی از احساس طرد شدگی و وانهادگی به حال خیشتن از جانب کودک وقتی در والدینش چنین احساسی دارن فرم میگیره. یادتون نره خانم دکتر زمردی پریروز به من اشاره کرد که من فکر میکنم مشکل بزرگ رستم این بود که وقتی تهمین حامله شد رستم به دنیا، مشکل بزرگ رستم این بود که وقتی سهراب به دنیا آمد اصلا دیگه نرفت سراغش. او که میدونست که بچه‌ای به دنیا آمده بازوبند شد داد، اصلا نرفت سراغش. abandonment. و به همین دلیله که سهراب با اون همه هوس میاد که ایران رو بگیره و توران رو بگیره و پدرش رو پادشاه و مادرش رو مهبانوی جهان کنه. مسترسون یکی دیگر از بزرگانی که در این رشته کار کرده میگه که نارسیسیسم یا خودشیفتگی یک نتیجه یا consequences of به اصطلاح promotion to the false self، نتیجه وقتی است که خیشتن کاذب ما احتیاج به باد شدن داره. خیشتن کاذب در کدام بچه شکل میگیره؟ کودکی که خیشتن واقعیش مورد عشق، پذیرش، مهر نباشه. خودشیفتگی چیست؟ به صورت بسیار سریع و گذرا ما با خودشیفتگی مطلق به جهان میایم. احتیاج داریم که با این حالت من جهانی گنگ به دنیا بیایم و 1 ماه در این حالت که آتیزم خونده میشه اقامت میکنیم. ارتباطات مغزی به خصوص در نیمکره راست ما رو میبره به سمت فاز دوم زندگی که از 1 ماهگی آغاز میشه و به قول مارگرت مالر تا 6 ماهگی ادامه داره و اون همبودی و همزیگری کودک با مادر، این موجودی که او با خودش یکی میبینه. بعد از 6 ماه